هوش مصنوعی و رباتیک در 25 سال آینده تقریباً 100 میلیون شغل جدید ایجاد می‌کنند. ما در آزمایشگاهمون کاری که انجام میدیم روی ربات‌های پزشکی تمرکز کردیم. در واقع کمک میکنن به بیماران، به سالمندان که اعمال توانبخشی رو در منزلشون انجام بدن یا به جراحان کمک میکنن تا اعمال جراحی رو بتونن به صورت از راه دور بدون لرزش دست با دقت بالاتر و از نقطه‌ای از دنیا به نقطه دیگر انجام بدن. ما از دوران دبیرستان و دوران مدرسه علاقه زیادی داشتیم به حوزه رباتیک. بعد از اون که وارد دانشگاه شدیم و با رشته مهندسی برق و گرایش‌هاش بیشتر و ملموس‌تر آشنا شدیم و تصمیم گرفتیم که وارد گرایش کنترل بشیم، خب دستاوردهایی که بود، اتفاقاتی که داشت در اون زمان در دنیا رخ میداد در حوزه رباتیک و پیش‌بینی‌هایی که بود برای بنده خیلی جذاب‌تر کرد حوزه رباتیک رو و این باعث شد که وارد حوزه رباتیک بشیم. خب خیلی از دیوایس هایی که خدمتتون نشون دادیم اون موقع موجود نبود. ما علاقه‌مند شدیم که اینها رو بسازیم به خاطر اینکه میتونستیم در پیاده سازی های مختلف از جمله حوزه پزشکی، از جمله حوزه در واقع سلامت و محیط زیست بتونیم از اونها استفاده بکنیم و با استفاده از تجربه‌ای که به دست آوردیم در هر مرحله تونستیم در مرحله بعد ربات‌های پیچیده‌تری رو بسازیم. وقتی که یک بدنه از ربات، وقتی ساختار مکانیکی ربات ساخته میشه، نیاز داره که یک روحی درش دمیده بشه تا یک کاری رو انجام بده. معمولا ربات ها از لحاظ اکچویتور یا عملگر و از لحاظ سنسور یا حسگر نیاز به عملگر و حسگر الکتریکی دارن. شما فرض بفرمایید که در یک رباتی که در سایز خیلی کوچیک میخواد فعالیت بکنه، یک موتور الکتریکی خیلی کوچیک شما باید طراحی بکنید و روی اون کار بگذارید و این خب کاملا بر اساس طراحی های الکترونیکی، طراحی هایی که در مهندسی های مختلف گرایش های برق مثل قدرت، کنترل، مخابرات و الکترونیک هست میتونه پیاده سازی بشه. در گرایش کنترل به صورت خاص ما در واقع پایداری اینها در کنار هم دیگه و نحوه ارتباطشون جوری که بهترین عملکرد رو داشته باشن رو هم در واقع مرور میکنیم. بنابراین برای رشته رباتیک مهندسی کنترل خیلی میتونه در واقع به صورت تنگاتنگ خواسته هایی که به عنوان دیزایرد ریفرنس برای ربات طراحی میشه رو در واقع برآورده بکنه.
ما روی طراحی کنترل کننده واسه افزایش تاب‌آوری خودروهای هوشمند متصل استفاده می‌کنیم. اول به این مسئله می‌پردازیم که چرا داریم از خودروهای متصل استفاده می‌کنیم. این کار باعث میشه که ظرفیت بزرگراه افزایش پیدا کنه، چون که این خودروها با یه سرعت ثابت و فاصله ثابت از همدیگه حرکت میکنن. همچنین این کار باعث میشه که خطای انسانی کاهش پیدا کنه و خب تصادفات هم کاهش میدیم با این کار. ولی به خاطر اینکه این خودروها در بستر اینترنت اشیا برای هم اطلاعات ارسال میکنن، حملات سایبری ممکنه رخ بده داخل این خودروهامون. واسه این همین ما باید یک الگوریتم هایی رو پیشنهاد بدیم و استفاده کنیم که تاثیر این حملات رو کاهش بده. ما چون که خودرو نداریم که الگوریتم رو روی اونا پیاده سازی کنیم، از این موبایل ربات ها استفاده میکنیم که یه دونه رزبری پای دارن که اطلاعات رو بگیره و ارسال کنه توی بستر اینترنت اشیا و یه کنترل کننده سطح پایین واسه کنترل سرعت چرخ‌ها. کاربردهای مختلفی در واقعیت داره، از جمله اینکه در مسافت‌های طولانی بین شهری شما میتونید از این ایده استفاده بکنید. یکی از خودروها میشه خودروی رهبر و بقیه میتونن پشت سرش حرکت بکنن. اگر احیانا مانعی چیزی باشه، خب اون فرد حاذقی که خودروی رهبر رو داره هدایت میکنه اون مانع رو دور میزنه، بقیه هم از اون تبعیت میکنن. یا مثلا فرض کنید در بزرگراه‌ها، در اتوبان ها هم میتونیم از این ربات ها استفاده بکنیم به این ترتیب که اون مسافت در واقع اتوبان رو اون فرد راننده میتونه بزنه روی اتوپایلوت و این ربات ها پشت سر هم حرکت بکنه. در واقع اختلالات عصبی که میتونن ناشی از سکته مغزی یا تصادفات جاده‌ای بشن میتونن در واقع عملکرد سیستم حرکتی بدنی ما رو تا حدودی در واقع کم بکنن و این مورد که سیستم‌های توانبخشی و کلاً مفهوم توانبخشی میتونه خیلی اینجا مهم بشه، به این صورت که بیماری که حالا سیستم نخاعی یا عصبیش آسیب دیده میتونه که به مرکز فیزیوتراپی مراجعه بکنه و اونجا با استفاده از اون تراپیست یا فیزیوتراپ عملکرد توانبخشی رو اون اندام آسیب دیده‌اش در واقع انجام بشه، به این صورت که در واقع بیمار میره اونجا و دکتر با طرحی که داره اون در واقع عملکرد یا اون کار توانبخشی رو انجام میده. ولی ما میتونیم در واقع با واسط کردن ربات‌های توانبخشی بین بیمار و تراپیست این کار رو در واقع بهبود بدیم، به این صورت که تکرارپذیری ما واسه انجام فرآیند توانبخشی بالا بره و بتونیم نتیجه بهتری در فرآیند بهبود بیمار داشته باشیم. کاربرد کلی این ربات رو بخوام بگم به این صورته که پزشک میتونه در واقع یک ربات در دسترس داشته باشه و بیمار و کارآموزان میتونن چندین تا از این ربات در دسترس داشته باشن و اینکه این سه تا ربات یا همون چند تا رباتی که ما داریم میتونن در بستر اینترنت به هم وصل بشن و پزشک با تسکی که روی ربات خودش انجام میده میتونه در واقع اون عملکرد یا اون تسک رو به ربات‌های دیگه هم منتقل بده. در این صورت ما میتونیم آموزش و درمان همزمان رو داشته باشیم، یعنی پزشک همزمان با اینکه داره یک فرآیند توانبخشی واسه این عملکرد بهبود دست بیمار انجام میده، چندین یا چند کارآموز هم بتونن تو اون فرآیند شرکت داشته باشن و اون فرآیند توانبخشی رو یاد بگیرن. ربات این توانمندی رو داره که حرکات تکراری رو بدون خستگی به بدن بیمار اعمال بکنه. ربات این توانمندی رو داره که به صورت تله یا از راه دور، به طوری که فیزیوتراپ در کلینیک خودش نشسته و اون فرد آسیب دیده در منزل خودش نشسته و این ربات رو اجاره کرده، این توانمندی رو داره که در واقع عملیات فیزیوتراپی رو انجام بده. یا فرض بفرمایید که اون فرد بیمار در مسافت طولانی از منزل به کلینیک ممکنه رفت آمد براش خیلی سخت باشه، یا حضور فیزیوتراپ در منزل ممکنه خیلی سخت باشه.
این ربات همه اون کارها رو میتونه در واقع با نظارت خود پزشک انجام بده. در حال حاضر حدود 5 میلیون سالمند در کشور ایران وجود داره که تا سال 1420 طبق آمار رسمی به حدود 20 میلیون نفر افزایش پیدا میکنه که خب این جمعیت نیاز دارن که افراد جوان بهشون خدمات بدن و خب ما ممکنه که در اون سال انقدر نسل جوان نداشته باشیم که فقط بخوان به سالمندان خدمات ارائه بکنن. ربات ها یکی از نقش هایی که میتونن داشته باشن، مثلا ربات های توانبخشی، این هستش که میتونن جایگزین افراد درمانگر یا دستیار افراد درمانگر بشن و بتونن در آن واحد تعداد بیشتری فرد سالمند یا فرد آسیب دیده رو در واقع بهشون کمک بکنن تا به در واقع شرایط عادی یا شرایط قابل زیست در اجتماع خودشون برگردن. خب یکی از اتفاقاتی که معمولاً میفته و برای اعتماد به نفس مخصوصاً افراد سالمند خیلی تاثیر داره، از کار افتادن دستشون هست. برای همین ما روی ربات مچ دست تمرکز کردیم که در واقع میتونه خیلی به در واقع این قشر کمک بکنه که در آینده‌ای که عرض کردم خدمتتون ما با بحران خدمات دهی به سالمندان مواجه نباشیم. مشکل که وجود داره در ارتباط با بودجه و تهیه امکانات تحقیقاتی هستش. حالا هم خود بودجهش هست هم تهیهش هست. حالا آقای دکتر شریفی اون موقع دانشجو بودن در جریان هستن برای اون رباتایی که ما می‌خواستیم در واقع بسازیم باید موتورهای الکتریکی خریداری می‌کردیم. دیگه اون موتورها هم چون اند یوزرش بایستی معلوم باشه ما نمیتونیم بخریم. در نتیجه کیفیت کار یه ذره افت میکنه. یعنی هم بایستی گرون بخریم هم کیفیت کمتر. از طرف دیگه هم به اصطلاح بودجهش فراهم نمیشه. دانشگاه که خب بودجهش محدوده. وقتی که این مشکلات هست دانشجویی که میاد به سمت کارهای عملی طبعا با این مشکلات برخورد میکنه و احساس میکنه که بهتر تمرکزش بذاره روی کارهای تئوریک‌تر که این مشکلات نشه باشه، زود بتونه کاراشو جمع‌بندی بکنه. این هستش که این فضا یه مقداری گسترش پیدا کرده توی دانشجویان ما. ریشش هم که عرض کردم دیگه کمبود امکانات و بودجه هست. آینده رباتیک در ایران به این صورت هست که به نظر میاد شغل‌های متفاوتی به زودی ایجاد خواهد کرد. ربات ممکنه در بعضی از مشاغل جایگزین انسان بشه و در بعضی از مشاغل در واقع انسان‌ها در لول‌های بالاتری بتونن کارهایی که قبلاً به صورت فیزیکال انجام دادن این دفعه از منتالشون استفاده بکنن و از ذهنشون استفاده بکنن و کارهای سطح بالاتری رو انجام بدن. ربات‌ها برای انجام کارهای تکراری، کارهای طاقت فرسا، کارهایی که نیاز به دقت بالاتری دارن از انسان میتونن بهتر عمل بکنن. اما در مورد کارهایی که نیاز به فکر کردن داره، نیاز به تصمیم گیری داره، انسان‌ها در واقع باید حضور بیشتری داشته باشن و نقش بهتری از ربات‌ها میتونن داشته باشن. به نوعی انسان‌ها خالق ربات‌ها هستن و با قوانینی که وضع میکنن باید بگونه باشه که ربات نتونه در تصمیم گیری‌ها جایگزین انسان بشه.
یکی از ارکان مهمی که در این صنعت نسل 4 و صنعت نسل 5 وجود داره حوزه رباتیک هست. یکی از اضلاع مهم این صنعت حوزه رباتیک هست که باید خیلی جدی گرفته بشه. اون چیزی که الان به نظر من جاش هست که بهش اشاره بکنم این هست که چگونه ما ربات‌ها رو بتونیم با هم به صورت شبکه و در حضور هوش مصنوعی هدایت بکنیم. یعنی ربات‌ها بتونن با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و الهامگیری از اون در واقع در بستر شبکه و با هم دیگه ارتباطات خوبی داشته باشن. من توصیه‌ام این هستش که دوستان هم در حوزه رباتیک و هم در حوزه هوش مصنوعی بتونن متمرکز بشن، به خصوص حوزه یادگیری تقویتی، حوزه یادگیری عمیق و بتونن از اونها در حوزه رباتیک استفاده بکنن و ترکیب این دو با هم میتونه دستاوردهای خیلی خوبی رو در سطح بین المللی از جمله اختراعات، از جمله مقالات و در داخل کشور برای رفع نیازهای صنعت فراهم بکنه. روی پروژه‌ای که کار میکنم ربات دستیار جراح قلب تونده هستش. این ربات 5 درجه آزادی داره که 3 درجه روی بدنه و 2 درجه آزادی روی قسمت اکچویتور که نقش بخیه زدن قلب رو داره. سازوکار این ربات به این صورت هستش که وقتی جراح قلب صورت میگیره اگر در حالت عادی باشه و یک جراح بخواد جراحی رو انجام بده، این قلب در حال چون تکون خوردن هستش، ما این ربات رو که روی قلب قرار میدیم با استفاده از اون مکانیزم هایی که داخلش به کار بردیم لغزش ها رو میگیره و فاصله نسبیش رو با قلب حفظ میکنه. این ربات حاصل 15 سال پژوهش هستش و سومین نمونه هستش که از این ربات تولید شده. این ربات با استفاده از 2 تا اپراتور کنترل میشه و حالا کنترلش به این صورت هستش که هر کدوم از این اپراتورها باید با 2 تا ربات فانتوم اومنیمی که داریم کار کنن و طبق کاربردی که داره و حرکاتی که اون اپراتور داره انجام میده با اون ربات فانتومای ما همونها رو ربات دستیار جراح قلب ما هم تکرار میکنه. من به همه دوستانی که در انتخاب رشته مهندسی برق مردد هستند و ممکنه که با رشته‌های دیگه در واقع تردید داشته باشن، به ضرس قاطع میگم که رشته مهندسی برق مهمترین حرف رو در حوزه رباتیک میتونه بزنه و همه این دوستان رو تشویق میکنم که به رشته مهندسی برق در واقع رجوع بکنن. رشته بسیار جذابی هستش، به جز رباتیک حوزه جذاب دیگه هم داره که دوستان میتونن وارد بشن و از اون استفاده بکنن.